خب بسیار درود و عرض احترامات هموطنان عزیز. امیدوارم که یکایک شما خوب، صحت، سلامت و سربلند، خانواباد هم باشین. شب کمی از تاریخ گفته بودم و بعضی انسان ها خفه شدن و از همه مهمش همون سیستم حکومت امروز همون مخالف های خودشانه، یعنی همون اپوزیسیا را در مردم خودش از هر طرف میخواهد دشمن نشان بده. عیناً برای همینم همین مسئله موضوع تاریخ اینا کوشش میکنن گفته های مرا در شما همچون یک دشمن کوشش میکنه از این طرف نشان بده. البته حکومت در این چیز بسیار موفق هم میشود. بگیم که همون انسان هایی که زیر کامنت می نویسن خودش معلوم هستند. کوشش میکنن همون یک جای یک انسان ها مثال گیریم، یک آدم اگر دینی گپ زنه سراز تمامی دینی ها قطعی او را کوشش میکنه در مردم بد که نشان بده. یک آدم نمیدونم از موسیقی گپ زنه او را با تمامی دیگر طرف بد میته. یک آدم از تو هم وظیفه حکومت امروز دشمن نشان دادنی بگیم همین شخصا من از نگاهی دشمن تاجیک، دشمن تاریخ تاجیک کوشش کرده ایستاده است چی را چیکار کنه نشان بده. نه که به هر حال ما امیدوارم که اون کامنت هایی که میکنن برای اتراویت کردن مردم هست زیر کامنت ها که تو که مردم اتراویت کنن. ما امیدوارم که مردم به عقل است، مردم تا او درجه از عقل بیگانه شدگی نیست که مثال این چیزا را همچون یک دشمن قبول کنه. این چیزا را البته گفتن تاریخ من چیزی از پیش خودم مثال گیریم بافته و ساخته تهمت کرده در حق تاریخ تاجیک و تاریخ دیگر کس گفتگی نیستم. البته هر این چیز اگر که هر انسان تاریخ گفتهای ما را دشمن بدونه پس از نچید تاریخ دشمن شما هست. این را باید درست قبول کرد. برای که هر چیزی که من مطالعه میکنم همون را میگم شما ده که این خیلی نوشتگی بده است، این خیلی بده است، این حالت ایجا بده است، این حالت ایجا بده است. و یکی از سبب های ریب دادن همون تاریخ کچ کردن و گویا که ما همه وقت خوب بوده مردم تاجیکستان و دیگر ژرتوا بدم، ما ژرتوا بدیم، دیگر ما را کشتن قتل کرده. همین چیزا عاقبت اومده در پسیخیکای مردم زلال میکنه، در پسیخیکای مردم ضرر میکنه. برای همه کوشش کرده ایستادم که یعنی سمت اینو پروتیف اینو برآمدگی ما تک ما بگیریم. ما برای خودم بگوی ما میتونم هر روز در تاریخ مثال قلقا یک بگیم که یک موضوع یک بیت و یک جوشه دولت دوریش ای 500 قریب 600 سال دولت دوری کردگی هستند. ما میتونیم که بگیم که از 600 تا موضوع زیاد کرده بگیم که هر 100 سالش یک بگیم هر 10 سالش یک موضوعی که ما 600 تا موضوع میشه. یعنی من میتونم میره بکنم. برای چی من ایمینا بگیم که مخالفت میکنم در تاریخ نقل کنه یا تاریخ گو یا کدامش هم نوشته است که او یک عالم است، او تو کی که تو بیسواد یک عالم میبروی قطعی سر به سر میشه. این البته مینوس های ما است، این گنده مینوسی ما است که یک آدم اگر ملا باشه تو در گپ زدن ده حق نداری، یک آدم رئیس باشه تو در گپ زدن ده حق نداری، یک آدم معلم باشه و پروفسور ایت حق نداری گپ زدن ده. این مفکوره پوچی ما هست و یک انسان میتونه با یک پروفسور بحث کنه. شاید این انسان شاید یک صنف 8 ببروی قطعی بحث کنه. شاید دانش این انسان در تاریخ از او بالاتر است، فهمیش او. من 100% باوری دارم که از این دیده تاریخ بیشتر میدانستگی انسان ها هستند.
تنها просто выгодно است، یک لایحه برنامه است. این چیز ضررش در کی بیشتر بسیار است، در کی بیشتر بسیار است، یعنی در اون انسانهایی که دما زیاد است بیشتر یا در خود تاجیک بیشتر است. همین نمودی قصه کردن تاریخ البته که در تاجیک بیشتر است، یعنی ضرر همین قصه های تاریخ که اینا میکنن در تاجیک بیشتر است ضررش. و ما ایرا با چند چیز اثبات کرده میتونم که این مثال گیریم تا که شما ایرا درک کنین برای چی ما این موضوع را میگیرم، برای چی ما این موضوع قطعی میرسم، یعنی که این چیزی که نیست که دما داخل داشته باشه. من شخصا بنده همین انسان من کوشش میکنم که همین هموطنای من که امروز ما قرار داریم با نام یک تاجیکستان، ما تاجیکستانی هستیم، همین انسان ها دائم خودشون ژرتوا نگیرن، یعنی ژرتوا گرفتن یا ژرتوا احساس کردن این آدم سطحش پایان میبره. میفهمین؟ یعنی در جنگل هم نگاه کنیم قویان موش اینا دائم خودشون ژرتوا حساب میکنن، برای همون لقمه دیگر جاندارها میشون میروند. وقتی که تو دائم خودت ژرتوا حساب کردی تا البته لقمه دیگر جاندارها میشه میره. مثال عادی حاضر در روسیه در همین 30 سال کی قدر تاجیک کیدت کرد، کی قدر تاجیک فروخت، کی قدر تاجیک یک دیگریش شته زد، کی کردی کارا؟ خب ما خودمون کرده ایستادیم کویرا، برالو خودمون کرده ایستادیم. اگر خدایی نکنه همین کارا یک ازبک بکنه در حق تاجیک، تقارا را میگیریم دایره زده در تمام دنیا میبریم که ما را کیدت کردن، اینا ما را اینمی لقیا کردن، اینا قلقا کردن این کارا در حق ما. کدامتون قطعی یگان کار کرد؟ همین باعث میشوه که لقای قلق با شما نزدیک کانتاکت نمیشوه. یعنی برای چی کانتاکت ما بگیم یک در هموطنی محکم میشوه. ما در یک جایگی مثال کار نمیکنیم، خارج ببرویم یک جا نمیشیم، دیگر دولت ها در دیگر جا از تاجیکستان بریم ما یک جا نمیشیم. میدونی نمیره؟ یعنی اینمین ریاکسیایی ژرتوا بدن شما همین باعث میشوه که دویمو نوید کردن. ایرا خطا نکنم یک ادوکاتی اوروس هم گفت که در همین روسیه ایام بسیار نوید میکردگی همین بگیم که دویمو ژرتوا میگیرن خچونه در تمام میلیچوفکا ای تاجیک است گفت. یعنی سخنی او است در کدام برنامه نهضت بود من گوش کرده چوپیک است کی است اون زنک، یعنی که همین گپ گفت. یعنی بسیار نوید میکردگی ملت است که دیگر در تمام میلیچ میویا نوید میکنن گفت. یعنی همین نفرت شما که ما را یو کشتن، ما را او کشتن، ما را فلانی کشت، اینه همین چیز باعث میشوه که ما پروستا در درون یک قالبی بگیم تاجیکستان همچون یک هموطن زندگی داریم. یعنی عاقبت میویا آهسته آهسته همین کانتاکت ها دور شدن میگیره. حتی که نمی در خارج هم ببینید در مسکو چی با کانتاکت نیست کانتاکت، یک جای کار نمیکنن، یک جای بگیم که نیستن. یعنی لقای الهیده میروه زندگی میکنه، کار میکنه قطعی، چون مردم بدخشان الهیده میروه، قلق الهیده کار کرده است، تاجیک الهیده کار میکنه. چی با اینا هیچ وقت کانتاکت نمیوان، یک دیگرش نمیچسبه. برای اون که بگیم دویمو ژرتوا میگیرین. شخصا من مثال گیریم در همینجا کانتاکت کردن دا میترسم، یک ترس دارم. چی با لوبوی حالت چوا دا کلای ما میزنن، کرایینی دا ما میبرم، کرایینی ما میبرم. اینمی اگر در همین درون یا پوزیشن اگر در همینجا خچون یک دیگریشون فروشن عاقبت کرایینی ما میبرم. اگر خودش کنه ای کارا یکی کرایینی در کلای بگیم قلق میزنن. به همین سبب ما ماکسیمال نخد ما دور میگیرم، قطعیشون بگیم کانتاکت ندارم. من ریال نمیگم نمیرم فایرود میکنم، بعضی جودا نمیرم. مثال بعضن همون جلسه‌ای بگیم همون یگان آدمایی بگیم همون مهمون‌ها از دیگر کشورها بیان یک سرجم شوند، اگر همونجا یک خاطری بگیم هموطنی اگر نرم ما ابسولوت نه کانتاکت ندارم قطعی یگان تاش. برای همین مسئله آدم دور میکنه. هرچند همون نفرت بگیم همون انسان ها
یعنی عالم اینترنت دیگرها و یک خیلی مسئله را شما نمیگین. حتی که ما قطعی همین برادرام اگر بگیم که گرچند در یک جبهه هستیم، در یک طرف هستیم، وقتی اگر ما از تاریخ گپ زنیم همینو همین گپ را میگن. یعنی دوی ما اینو چیکار میکنن؟ ژرتوا نشان میدن. خیچون نباید ما و شما ژرتوا شیم، نباید. میگم که او روز در همین جا در یک جا رفتم، یک 8 تا 9 تا بگیم نمیدونم 10 تا بودن 8 تا بودن جوانای توجیک تازه توجیکی گپ زده ایستادن. اکو رخ فقط ژنتیکش بگیری بعد معاین میکنی، نه که عین حال همشون دوا از توجیکی دارن. در تای دوم برآمدن یا دیگرش کشتال با کشتال شیدستن. ما تو رو چتا فالون میکنم، ما تو رو تر میکنم، تو ما رولی نمیدونی کی تو اینم تری بگیم یک دیگرش در زوری کده ما فالونت میکنم ترا گودا کم نیستن. رنگ ما بوری بعضیش ریش سرش سفید. یعنی یک دیگر را بگیم اینم خیلی قرات کردستن. ای بالا آدمو سیمکا دارن. خدای نکنه در درونی هم خیلی آدمو سلام علیک باشی، این همی جنگ جنجالو دا بگیم که خطم خوش میشه، یعنی که خطم دیگر کرای نمیکوه. برای ما چندین بار در این حالاتو گرفتار شدگی هستم. بعضی مسئله را میگویی که برادر نمی خطا است، یا که میای میگویی که برادر رو همه آدم همی کار اشتباه کرده ایستاده است. اگر ما بگم شاید نیتا میشوه، یعنی شما کدام نزدیکتر باشین اما آدم بفهمونه میخیزن از همین یک چی میسوزن، میگن که تو چی با میرای بزی میکنی کاری ما را درو. ای برادری برای تو نیست. این حالت شید در ما، این حالت در ما شید. یکی از دوستا بگیم کم تا برهگردی میکرد در همینجا. ما یک دو بار فهموندمش، گفتم برادر نادرست هستی کارت، یعنی که همین حد حرکتایی که خودت کرده ایستادی اگر یک چی شوی در نه تنها آبروی سیاست بلکه آبروی تاجیک ده میویا میبرن پاسپورت ده میبینن تاجیکی در آبروی تاجیک داغ میزنه. این کارایی که تو کرده ایستادی بسیار یک کار خطرناک است. و این گپا ما گفتم خودش ده گپا نگرفت. بعد از اون مجبور شدم که با همون برادرها ببرم رهبریت دیگر انسان ها ببرم بگم که برادرها همین انسان نمیخیلی کرده است، خدای نکنه فردا یک چی میشه میبرنش پاسپورت چاوجو میکنن تاجیک، میگن تاجیک در همین کارو دست زده ایستاده است در این درونو، یک شرمندگی میشوه این چیز. این میگه پا ما برادرو دا برآمدم گفتم و برادرو جلسه کردن او رو فیروت کردن، گفتن که برادر ما از قفای تو گپای هم خیلی شنویده ایستادیم. یعنی که ما هم در اومدم گفتم نه شنویده ایستاده میترین نکنین کنکریت نه. من گفتم که پیش رای هم بچه را بگیرین که همین بچه همین کارو را کرده ایستاده است. کارای بسیار پست است، کار بسیار شرمنده کننده است. کار بمبر از گشنگی را این کارا نکه، نه که هم بچه کرده ایستاده است. پیش رای بگیرین. خیستم برآمدن گفتن که استانه بز است. یعنی که اومد مرا میگه که تو میگه همه ازبکا دوی مای بزی تو نمیمونی. خب باید ما پیش راه او را بگیریم که برای آبروی تاجیک و ما بز میبرم. یعنی اینه احوال برای همون من مکسیمال نبگیم که قطشون هم بدم، مکسیمال کانتاکتم دور بود، یعنی که اتنشینی دور بود و حاضر هم باشه همون دوری ماست. برای که من این کار در قزاقستان هم شتش خوردم، در مسکو هم شتش خوردم، در تمام جا بدم شته همین کار ما خوردم. خصوصا در قزاقستان یک جوانی را از تاجیکستان همراهم آوردم، مادرش گفت که خیلی قطعی برای امیر یک دستگیری که کار کنه. آوردم در قزاقستان، رفت دزدی کرد، پول دزدید، در یک کارخانه کار میکرد، سیفی کارخانه را میدزده پولش، رفت ترمه شیشت. بوی قدر ما دو کردم اوجاده چند آدم را پتکلوچت کردم شناسو را که همین انسان مکسیمال نبگیم که همین 1 سال 2 سال 3 سال مکسیموم یا بلا کنین همین انسان کارشا کم کنیم سراغشا که برای که او پولی که او دزدیدگی بود نبودگی در 6 سال 7 سال میرفت. زدم دو کردم همون را سراغشا 2 سال 8 ماه در همون قدر در همون دزدیده آوردن، همون 2 سال 8 ماه و 2 سال 9 ماه در توغری خواهیم 3 سال بگیم زدشکاش قطعی همین 3 سال در توغری کردم. اوچش گریبانی ما را قپی چی با تو ترما نشیدی بچه ما ترما شید.
من میگم خاله جان بچه دزدی کرد، ما دزدی نکردم. چی با ما تو قطعی بچه ما رفته بود، قطعی تو زندگی نمیکنه در اونجا و بچه ما علاهیده زندگی میکنه در اونجا. برای که بچه تر کارش ایما دور است، ما در دیگر شهر هستم دور، او در دیگر شهر کار میکنه. او نمیتونه هر بگه بیا پیش ما خوروه یا که ما هر بگه برم در یک خونه خوب کنیم. این مهاجرتی مسافرتی همی است. اما ما بچه تا جای خوب دادگی هستم. ما بچه تا بگیم که ارگانیزوات کردم، جای کارش ارگانیزوات کردم. بچه دزد دیده است، ما چیکار کنم؟ از دست ما چی میویه؟ ما نبودم در اونجا، مرا خبرش اومدم این کار کرده است که همون کارخونه صاحبش شناس بود. ما خستم رفتم از کیم که جو با زورا نولا کردم، گفتم خیلی که اوزورا که یوش کرده است، یکم مسجد است، یک کار کرده است. با چند تا اقساقالای ازبکو را در اونجا مبین در آوردم، کلانسالو را که خیلی اشتباه شده است بگیم که چی نکنه. به هر حال او با بخشید، یکی همون حکومت خودش نمیبخشد از دیره. اما 2 سال 8 ماه 2 سال 9 ماه این دوای حکومتی به دست در اونجا بگیم که شنوندنش. اما خانگیاشون گریبانی ما را قپیدن. چی با تو ترمانش دی بچه ما ترماشید؟ برای چی؟ اما او آدم از خونه ما اومده چیزا را دزدیده بود. یه بار با ما چشم ما پوشیدم ایران گفتم مایل خیلی چی گپ نداره. یکی همین چیزا بود که ما ماکسیمال کانتاکت از مردم دور میکنم. میگن که چند قدر دور باشیم قدر تینجی میفورد پرابلما. دیمین چیزی که ما مینوسورا میگم ایرا قبول کنه، ایرا هیچ وقت نه گرنی مردمی غیبت چیم. یعنی که همی در غیبت کردن ما حد کنار نداره، حد کنار نداریم، نه اول داریم و نه آخر. این همی لبای انسانه. اون او زنش چیکو کرده، زنش گرفت، او زنش ده چی خرید است، اون او گودکش ده چی خرید است. این همی روزی دراز باید ما زندگی یک کسا بگیم که چیکار کرده است. فلانی قطعی فلانی اتنشینی داره، ایش نویدی اون را گرفته بود است. او کار شما چی است که کیرا میگیره؟ کی را میگیره؟ کی شو میکنه؟ کی زن میکنه؟ کی گودک میکنه؟ کی توی میکنه؟ کی توی کارتون چی است؟ ما پرستا در زندگی خودمون زندگی کردن نمیتونیم. وات پرابلم در کجا است؟ ما دائما باید خودمون فکران در زندگی دیگر انسانو زندگی کرده است باشه. این خیلی عادت داره. نه تنها زنها، مردها هم عادت دارن. مردها هم عادت دارن. پولی کسا حساب کردن، جای کاری کسا حساب کردن، نمیدونم کی چی کار کرده ایستاده است در فلان جو است، این ایجا پولی ها و ناجا چیکار کرد، او زن گرفت، اونا زنش سر داد، این کار کرد. همین مرد میشینه در بیناشون فقط اویله یک دیگر را گفتن یا اویله دیگر کسا در اونجا گفتن فلانی را دیدی چیکار کرده است ناجا، اونا ماشین گرفته است، یک ماشینش گپ نیست، این را دیدی اونا زن گرفته است، اونا بویا زن دیگه گرفته است، اونا یک اوکراین گرفته است، او را سر داد و یک تدگه افریقا گرفته است. بچه شما در شرایط دیگر انسان در زندگیش چیکار دارن که کی را میگیره؟ بعضن اولاد میگه ما میگم در دنیا بچه تو چیکار داری در رو کی چیکار میکنه؟ یعنی دوی ما فکری ما عقیده ما چیزی ما در اویله دیگر انسان هست. یعنی ما واژه خودمون دا نداریم، خودمون احترام نمیکنیم. همچون مردک کرد چی است؟ یعنی که تو را گفتی او ترا بعد یک عادت دیگر در پیش انسان گپ میزنه از قفا قراد میکنه. یعنی که این یک پسترین مرسترین عادتی است که در پیش انسان گپ میزنه از قفاش قراد میکنه یا اونش فلان کنه برام میگه. یعنی این عادت هم در درون مردم ما به نهایت چوتکایی است. یعنی همه عادت‌ها در میآوردگی، همین حالت‌ها در میآوردگی وضعیت این فقط مردم پسیخیکی نوید کرده یاد دادن است. نوید یاد دادن، نوید ما بیچاره بودیم، ما را کردن، ما را زدن، ما را کشتن، ما را پروندن، ما را دور کشیدن، ما را این کار کردن، ما را او کار کردن. همین ماکسیمال ما کوشش میکنیم که گناه را در کلای دیگران بزنیم، ما خودمون بیگناه بگیریم. ببین برادر، وقتی که انسان گناهی خودش نمیبینه او انسان هیچ وقت طغری نمیشه. میفهمی نمیره؟
نمی یک تخته را خانه پوشیده ایستادی، نمی یک تخته را موندی. اگر هم تخته را نگاه کردی تا امورا کج ندیدی، اگر کو دایش شفر شا میزنی. یا که همی فوندامنت میریزی کو، اگر هم تا نگاه کردی تا امورا کج ندیدی کو، تا هم خیلی دیوال میبرداری. پس значит فوندامنت کج، دیوال کج. از او میره کریشت کج، یعنی تو در او خونه کج زندگی میکنی. همه وقت یعنی که گناه را در خود جستن در کار است. خودت. من در کوچه جنگ میکردم، خونه می اومدم، دما میگفتن که ای بی خط است، ای بی خط است، خطا ببین، ای بی خطا بیو، ای بی کسا نگو، ای بی خطا بگو. تو چیکو کردی؟ برای من حق نمیدادن که من بگم که او چیکار کرد در حق ما، چی با ما جنگ شدیم، او چی پستوبکا کرد که ما جنگ شدیم. این چیز نبود. در ما خونه مادرم خیلی او را نگو، خطا بگو، خودت چیکار کردی، ای بی خطا بگو. یعنی باید ما او را نگم او چیکار کرد، باید ما خدمت بگم که ما چیکار کردم که جنگ شد. میفهمی نمیره؟ یعنی وقتی که من عیب خدمت بدونم، значит پگم را تکرار نمیکنم، جنگ نمیشود. یعنی ما عادتهای بی نهایت عادتهایی داریم که برای همون هم از دیدی همون تاریخ گبزن بگیم که برو مادم گب زدم که برادری عزیزم، یعنی این کاری که تو میکنی تو پسیخیکی نسل جوان، نسل ژرتوا تیار میکنی، ژرتوا لقمه. و او انسان تمام اطرافیادا نفرت میبینه. من باز شب مثال آوردم که همون چی قطعی امریکا قطعی چی بود نامش، ویتنام بوده. ویتنام قطعی امریکا 50 سال پیش جنگ کردگی بودن. همه قدر بمب باران کرده بودن ویتنام که حاضر در جای همون بمب غلطیدگی، جایی که چقر شدگی است کو عین حال ماهی پروری دارن. در اونجا ماهی پرورش میکنن، بگیم که نه خیلی کراب و خیلی چیزا پرورش میکنن. حالی هم دارن در همون چقری های بمب دا 50 سال پیش بود، دور نره، 50 سال پیش. میفهمین؟ از یک مرده که 50 ساله باشه اگر مثال میگه که او همو تولد چیدن ماده جنگ بود ویتنام قطعی امریکا 50 سال پیش. امروز همون جنگ اینو هم چه یک نفرت پروپاگاندا نمیکنه. اینو ژرتوا نمیگیرن خودشونا، میگن ما زدیم امریکا را، ما زدیم میگه امریکا را. ببینین ما زدیم برآوردیم سر کردیم جنگ بود میگه. و امروز نسل جوان نفرت به امریکا نداره، همشون رفته در امریکا خونده استن، زندگی کرده استن، مونده رفته استن بعضیش. یعنی که ببین وزیر امروز دتوا اتناشنشون زور است که بگیم بین ویتنام و امریکا، تمام امریکا فیرمای بزرگ شد بگیم در ویتنام ساخته ایستاده است برای اکونومیکش، برندوی چیزا رو. تو نظر کنید در 50 سال اما ما دهم عصر بدگی چیزا امروز 10 عصر گذشت، 1000 سال گذشتگی چیزا امروز نفرت میکنیم، دروغ میگیم، خودمون ژرتوا میگیریم. من برای این چیز ویدیو برآمدم که تو که بس کن مردم ژرتوا کردن. مردم باید اریال تربیه کرد، مردم باید تیگر تربیه کرد، نه ژرتوا. مردم باید تیگر کرد. اومدن شکمی زنای ما را کفاندن، اومدن کشتن، مغولی کار کرد، منگولی کار کرد، تیموری کار کرد، فلانی کار کرد، ازبگی کار کرد، قرغزی کار کرد. یه بچه بس ژرتوا، بس مونا باید را فراموش کنیم. چیکار میکنی اینا فراموش نکردی؟ چیکار میکنی؟ پروست پسیخیکی نسل جوانا غلام میکنی. خلاص میکردگی کار دمی میشود. از این دیگر بیش تو چیزی کار کردن نمیتونی از این تاریخت.
خب مرحمت بگیر اینا برای زنای مغول شکمش بکفون تا بو کی 10 asrda یا 13 asrda 14 asrda مغول شما اومده بودین مورا شکممون کفونده بودین برای بکفون شکمش میتونی کرده نی فقط жертва تیار میکنی پسیخیکی жертва پسیخیچیسکی تروریست تیار میکنی از این نسل تا پسیخیچیسکی نفرت میکنی این گودکی که در درون نفرت پیدا میشوه او یه امر با اون نفرت زندگی میکنه او پیشرفت کرده نمیتونه او پرواز کرده نمیتونه مثل همون نقلی است که تخمی عقاب در تای مرغ میمونن او در درون مرغ میگرده او کلان میشه خیال میکنه مرغ است وقتی مرغ از عقاب میگریزه او عقاب معظم عقاب خودش میگریزه میره در کتک بجا میشه که عقاب اومده است متفیلم هم است در باره یعنی ببینین وقتی که چندقدر انسان که پسیخیکی ضعیف کردی او ضعیف میشوه چرا شما دوی ما تاریخ دو اومدن ده жертва 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 بیچاره 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 مظلوم 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 میگه کمی جوانو را هویت دادن در کار است چی با ما فقط تاریخ جنگش میگیم یعنی ما برای این چیز زید برآمدم این چیزی که نیست که من با فایده خودم باشم من میگم بازم من با فایده خودم باشه من هر روز میبرم از تاریخ خودم میخونم یک موضوع را یک دولت داری یک موضوع شما میتونم بشینم تعریف تفسیرش بکنم بشینم میتونم میرا بکنم یکی برای چی من زیدیت میکنم برای اینکه شما ژرتوا نشین فرزندهای شما ژرتوا نشوند پسیخیکی غلام نشوند پسیخیکی ژرتوا نشوند تراومای پسیخیکی نتین در کودکاتون میفهمین امیرا او زمان گذشت رفت او زمان تنها برای ما میگن گذشته برای ما عبرت است میفهمین از اون عبرت بگیر و آینده بساز فقط ما اگر همون تاریخ کشتارش نقل کنیم پرسویتانیش دستگیریاش نه ولی اینای اوروسا قطعی هم یک بغلطن اوروسا بشکنن با 1000 سال دیگه یا 3000 سال دیگه اوروس ما را غلام کرده بود نفرت فقط اوروس ده اوروس ما را کشته بود اوروسی کار کرده بود اوروسی کار کرده بود اوروس ما را دور کشیده بودن اوروس ما را زمینمون را گرفتن اوروس ما را ای کردن اوروس ما را ای کردن با فقط همون مینوسی اوروس میکوه برای با این طرفش بود میشه یعنی شما پسیخیکی ژرتوا تیار میکنین جوانو را غلام تیار میکنین جوانو را به درجه میارین که این نفرت در یک درون بیسته نبروی اگر بیسته عاقبت اومده بالای سر خودی در نفرت صرف میکنی امروزه کیدتای روسیه کیدتایی که در روسیه شده تاجیکو فروختن آدمای یکدیگر احترام نکردن یکدیگر قدر تاجیک ندانستن نه تنها تاجیک مرداش زناشون قدرش ندانستن برده غلام کردن برای 2 تنگه پول این همون کینه و نفرت است که از کودکی در مغز سر شما در مغز یا میریزه برای هم لقای بسو میگریزه میره و الهیده زندگی میکنه کار و فعالیت چه میکنه قلقی سه میگریزه میره و الهیده گروپ ها میشه و زندگی میکنه و میگه چی با تاجیکا ما یک نمیشیم چی با ما تاجیکستانی ها یک شیده نمیتونیم در یک جا اخی فقط شما که نفرت بکنین از کجای مردم یک میشه از کجای مردم یک شود ولی ما میبینیم چند تا همون حکومتی ها کوشش کرده ایستادن که через تاریخی که من میگم و من پروتیف میبرم که همون تاریخ گوده از همین جا بگیرن پریمای بگیم که کوشش کنن که مرا در مردم گنده نشان بودن اینا دیدن اینا ببینن اینا یا دشمن هستن اینا ولی هم دشمن هستن تیجا حق زندگی نداره ایجا ما تاجیکا هستیم یعنی مردم تراویت کردستن تراویت اینو خیال میکنن که من این پسیخولوژی که یا کار میکنن من نمیفهمم میره اما شما خودتون میدونین فکراتونه خواهیم بعدم ببینین خواهیم بگیم که سخن ما را درست قبول کنین ولی بعضی انسان ها میگن که از چی ما یک مطلی همی چی هم داریم میگه از خوبی ما چی میگه
یعنی دا آدم‌ها بد شدیم و باید مطل دیگه از خوبی را خونه 6 میگه به چی رفته است دختر نرفته. یعنی که همین خیلی مطل، یعنی که من کوشش میکنم که خوبی کنم، کوشش میکنم پسیکولوژی مردم دا برسم که برادر این چیزا نادرست است. هیچ کار کردن نمیتونی، هیچ کار اگر نمی چوکم کرده باشه، تیتم کرده باشه، پورم کرده باشه، چی کار میکنی؟ بکو میتونی یگان کار کردن، نمیتونی چیزا. نه که چی در کار است برای خود پسیکیکی تراوما گرفتن، خطا ژرتوا کردن پسیکیکی تراوما برای چی لازمی داره؟ امروز آنمو پسیکیکی تراوما است که در تاجیکستان ما برابر حقوقی نیست. یعنی نم پسیکیکی است که ما را زدن، ما را کشتن، ما ژرتوای ما بیچاره بودیم، ما را ای کار کردن، ما را ای کار کردن، ما را ای کردن. حاضر اونمو است که در تاجیکستان بگیم که بالای این اقلیت باید زور باشه، این اقلیت دیگر زوری کنه، اقلیت دیگر حق نته، کلابیش خوجندیش بد ببینه، خوجندیش ایش بد ببینه، ایش بدخشیش بد ببینه، بدخشیش ایش بد ببینه. یعنی اینمی تاریخ، اینمی نفرتی تاریخ فقط میبرورن، فقط نفرت. یعنی اینو بیرون از نفرت چند قدر دوستی داشتن، جنگ ننگ سر دسترخوان بود. چرا از اینوش گپ نمیزنی؟ چیکارا کردن؟ اگر که ببینه من یک چی میگم، تاریخ SSSR اگر عادی ترین میم در تاریخ SSSR میم، حالا ما میگیم که ما عمر داشتیم، خیام داشتیم، رودکی داشتیم، سینا داشتیم، SSSR اومد ما را از بین برد، بی‌سواد کرد. نه، من عادی ترین میگم SSSR برای ما هم مینوس بود هم پلوس. ریال اینا باید اقرار شد. SSSR مال ما را گرفت برد، بله بگیم که طبیعت ما را عوض کرد، مثال گیریم، اما بسیار چیز دیگه در عوضش آورد. اولین چیزی که علم آورد، علم دست و پی نبود در هر کس، شاید بعضی انسان ها دست و پی بود. بایا فقط اولادای بایا میتونستند بخونن، برای اپراولیت کردن خلق عادی علم نداشت. یک دیم چیزی که مدیسینه، یعنی که از 10 تا کودک تولد شدگی 3 تاش زنده میموند، 7 تاش میمرد، با بالغی نمیرسید، کسل میشید، گوناگون کسل ها قطعی میمرد. برای همه چیز نیستی اهالی پست است، با هم 3 تا دیگه در جنگ 2 تاش میمرد، 1 تاش زنده میموند. یعنی عادی ترین چیز بین قبیله ها جنگ بود. یعنی این چیزایی است که برای ما آورد، کمونیکاسیا آورد برای ما، آداب آورد برای ما، اخلاق آورد. امروزه تخت همچون یک تاجیکی با عقل بسواد و جهانبین و جهانشناس میدانی، یعنی این اوروس آورد بته. تا اومدن اوروس بابای ما جهان چی بود، جهانشناسی چی بود، انسان چی بود، انسانشناسی چی بود نمیفهمیدن. همونقدر که گپ میزدن همون دیگه صرفا نمیرفتن این چیزا را. مدیسین چی بود، دیگرش چی بود، ما فقط میگیم ابن سینا و مدیسین را در دنیا ما تقسیم کردگی هستیم. برای همون تو اومدن اوروس ما پول نمیمرده میرفتیم گولاکو. عادی ترین اپندیسین قطعی میمردن میرفتن، عادی ترین تمپراتور قطعی میمردن میرفتن. فقط در بالوش یک ایشون همیشنونده میگفتیم خوندنش بگی که یکی سوز میشوه تا جونش برومدن او یا چی خوندن میگیریم. نبود مدیسینه نداشتیم، پونک نداشتیم، بالینسه نداشتیم، سوید نداشتیم، ساختمانی گس نداشتیم، راه نداشتیم، اسفالت نداشتیم، سیمچوب ها نداشتیم، یعنی چی نداشتیم. اوروس تاریخش مینوس هم داره که ما را غصب کرد، بله چیزای ما را گرفتن، اما اوقات چیزی نداشتیم که گرفته باشه. نیکی و ایوازش ما باید پلیسوش هم گپ زنیم که اوروس چی کار کرد اومد با ما، یا که نمیدونم فلانی اومد گرفت، خب جنگ کرد گرفت، بعد چی کار کرد در زمین، او اومد کشت برومد رفت، نه موند 100 سال موند، 80 سال موند، 50 سال موند، SSSR 70 سال موند، دیگرش 120 سال موند. چی کار کرد در 120 سال در اینجا؟
یعنی امروزه آبادی سمرقند بخارا شهرها را میبینید این پروستا تک است. значит هم اومد گرفت هر یک گیرنده باز چیز دیگر میسازه. بعضی امبیسیای سیاسی دارن، بعضی بگیم که یک چیزا دارن، بعضی برای بوی کردن خودشون یا عرب از او طرف اقیانوس خیست این طرف چرز ایران چی گفت در این طرف چی گفت. حوض ما در پولشه شتگیم در عرب نزدیک هستم، از اوی که در تاجیکستان بشینی و در عرب نزدیک باشی چی گفت تو جاده چی با اومد. چرا عرب غصب شد؟ چرا شما خودتون ژرتوای عرب گفته نمیتونین؟ برای چی نمیتونین بگین که ما ژرتوای عرب شدیم؟ یا عرب اومد شما در کلچه قلمه کتی اومد؟ نه؟ یا ترک اومدن در غلام بازار ساخته بود؟ زناتون برده در دیگر کشورها فروخت؟ ترکو؟ ترگاولی کرد؟ نه؟ ترکو اومدن دانشمند عالم نویسنده های شما را گرفتن بردن در یگان دولتی ترکی. ببینه ینگم از بگیم عرب ها چیکار کنیم؟ چیکار کردن؟ عربی که در حق این سرزمین کرد باور که چینگیز کدگی نیست ایره. چینگیز کدگی نیست عرب کدگی کوره. ای انسان تا درک نمیکنی این چیزا، تا نمیفهمی برای بار مطالعه که چیکار کرد. چینگیز نیامد در خونه تو زندگی کنه. چینگیز نیامد تو را اسلام قبول نمیکنی زن تا من نکاح میکنه میگیرم. یکی کور عرب کدگی است در حقتون. چرا نفرت ندارین در این چیز؟ اگر که شما در تاریخ نفرت کنین چرا این جشن نفرت ندارین؟ کدام شما را کشته باشه چرا این جشن نفرت ندارین؟ تو یک ضعیف هستی، تحقیر شده هستی، تو خیلی از همون آبی عرب پیدا شدگی با فکر میقدر عرق کدستی برای عرب. این عقلش. غیرت داری ببرو در فیسبوک ما استانا ارسلان کگان بنویس در فیسبوک ما قطیمه کنی خیلی آشکار صحبت که غیرت داری یا که در همون کومنت حقارت هم میدانی. اینه بی غیرتی، اینه ضعیف بدن، اینه ای جمعی را میرسونه. میفهمی؟ چرا در اینجا نفرت نداره؟ چرا در اینجا نفرت نمیکنین؟ چرا زناتون اینجا بار کردن شتر اسب خرا دنبش در بستن گرفتن بردن در دیگر کشورها بگیم بازار دموندن سیتینی و چورتینی نرخ کردن فروختنش سودا کردن آدم را. چرا یورا نفرت نداره؟ نمیگین که عرب اومدن در ما کار کردن؟ برای چی؟ چرا فقط چینگیز کرد مورا فلانی کرد مورا اینه ای کرد عرب نکرد؟ میگم اون کاری که عرب در حقتون کرد نه باور که چینگیز کرده است، نه تیمور کرده است، نه دیگر کار کرده است. یعنی اون کاری که در حق همین آسیای میانه کردگیشه. با دلیل گپ میزنم برادری عزیز. اگر خواهید در فیسبوک ما بدرو ما دلیلش در فیسبوک میپرتم که بعد اومدن عرب چقدر بگیم زنا را غلام بازار کردن، چقدر زنا را بردن فروختن در بازارو. خب چخیل اومدن در خونه بگیم که باید خونه که تو زندگی میکنی باید در نیمش بگیم که در درون خونت باید عرب زندگی کنه، یعنی حق داشت در اونجا زندگی کردن. بیا فیسبوک ما دبو برو اگر خواهی ما یک تکتا دلیلش همه پرتم میتونی که از اونجا بگیم دلیلش ببینی. اگر دلیل خواهی فیسبوک ما دا подписать سکه ما در اونجا دلیلش істочникош قطعی میپرتم که تو درآمده بخونم اونجا که این گپی من نیست، این گپی که از او است. چرا از این طرف ژرتوا نیستین تگده؟ این کاروش ژرتوا نمیگین. یعنی خصوصا همون اینمی نمودی که تاریخ شما دا میگفتگی انسان ها نمی نمود ها کوشش میکنن که یک طرف براتون دشمن کنه و پسیخیکی شما را همون ضعیف کنه، پسیخیکی ضعیف کنه. و انسانی که پسیخیکی ضعیف میشوه چی از تاریخی باشه چی از دیگر چیز باشه او دیگر هم تا ضعیف میمونه، او در درونی او یک اگریسیا میمونه، یک نفرت میمونه. اویستا اویستا او نفرت کلان میشوه.
اون افراد کلان میشه و زورش نرسه اگر در بالای یک کسی دیگر در بالای خودشون استفاده میبرن. امروزه همون چیزی که همون همه دشمن در نظر همون تاریخ وقتی بگیریم، همه دشمن کلان کدگی نسل احوال شب ببینید کدام احوال آمدن. حوزی اینش در اینش قطعی دشمن است، دیگرش قطعی دشمن است. میفهمید؟ یعنی خودی داخل تاجیکستان دور نمیریم. خودی داخل تاجیکستان اولاد بازی، عمه بازی، خاله بازی، جیان بازی، منطقه بازی، رایون بازی، شهر بازی، ولایت بازی، همه اینا از چی هستن؟ اینش بد میبینن، نفرت دارن، اینش با اینش نفرت دارن. کدامید میگن که ما مردم بدخشان دوست میداریم؟ دروغ میگوی. ما اتکریتا میگم دروغ میگوی. کدامید میگن که ما مردم سوخت دوست میداریم؟ ما میگم دروغ میگوی. اتکریتا دروغ میگوی. یا کدام سوختی میگه که من کلوب دوست میدارم مردم شه؟ دروغ میگه. نیستی چیز. بازیر یک نمیدونم یک با همون حیث یک ظلم یا که در حیث یک ترس حوزی استودگی است. حتی که سالی 90 نشان داده بود که نیوی چی گپ نداره اهمیت. سالی 90 نشان داده بود مردم سوق ما میریم ازبکستان در کار نیست، ما نمیمونیم قطعی شما. بلگداری همون 4 تا دیوانای دیگر بود که تیر توف یارو قطعی اومدن بگیم که خوجند امان اونده نباشه. خوجند میبرومد میرفت کلی حیات ارمیش تشکیل میکرد، همون زشتش سرحدو را زشته میکرد میرفت. یعنی کی چیز و تو امروز بگیم بدخشان میخواد جدا شوه، نمیخواد بیست قطعی تاجیکستان، فقط با زور با ترس با همون ظلم ایستادگی است. حاضی نمیقدر چنین ناخون شانس پیدا شود جدا شوی بدخشان ده اگر بیست قطعی تاجیکستان در روی مطوف که اگر بیست قطعی تاجیکستان. برای چی؟ برای که ما همون وقتی که نسل فقط در کلش تاریخ نفرت میکاریم، فقط جنگ کشتن بیچاره مظلومه، نمیخیلی میشه عاقبتش اومده. مردم نداره چیزی که زد سپید کنه، چیزی غروری باشه، چیزی که ناموس داره، بگیم کیفیت بده که بگوی که ما نرویم. من برای همون من پروتیف میبرم که نکنین این چیزا را. غرور گپ زنین، ناموس گپ زنین، جایی که مایده ترین جایی که اگر پیدا شوه که همین ملت ها را اعتراف کنه و چی کرده بتونه، تاریخ ده از همونجا حرف زنین، همونجا را بیشتر برورین که تو که ملت ها بین خودشون دوست شوند، نه اینکه دشمن. 80 میلیون هم در آسیای میانه. فقط پس زدن، پایان زدن کسی دیگر، خود ژرتوا کردن، نمیدونم این چیزا نادرست است، نادرست، عاقبتش خوب نیست. تاجیکستان دیگر هم چون بگیم کشور اگر این رفتن بگیره، من باوری دارم 50 سال دیگه هم چون کشور ایستاده نمیتونم چون کشور. اگر امریکا و روسیه بیایه اگر به قپن بیستن همینجا هم چون کشور به قپن بیستن نمیتونه، در درون رسپد میشوه، در درون تیت میشوه، درون پاره میشوه درون. برای که باور کنین این ولایت دیگر را چشم دیدن نداره. ما ندیدیم در روسیه که بچه های دیگر ولایت ها همشون یک جای شتگی، کار، فعالیت، دوستی، برادری، رفیقی داشته باشه. نیستی چیزو. یا که دیگر قوم ها، من خودم شاهدش هستم، یک مرکه ایشیده بود همونجا. ما که ما خودم قلق میگم، این پرینسیپی حیاتی ما است، برای که ما قلقم. یک مرکه بود فیروت کرده بودن، یک آدم از تاجیکستان باید میرفت. اکو وقت هم خیلی زمانه بود در روسیه کدام تاجیکستان برای سرازه آش کده بگیم بچه های شناسا را فیروت میکرد. خیلی مرم همون کدام همون شناسم گفت که بیا بریم همونجا بچه ها تاجیکستان رفتستن آش کده گیان میریم. خیلی کروچی یک تشکیلی چه هست میشینیم. اما هم قطعشون رفتم، قطعی دیگه ایشون و اصل مرا فیروت کدگی نبود، راست چه میگم، برای که دیگر را فیروت کده بود. من رفتم قطعشون. لکه یا گفتم بیا بریم برای چیکار گفتن رفتم شیشتم سلام علیک کردیم، هم مسوس خوب سلام علیک، از کجایی خیلی آدم‌ها یک دیگر یک ببینن یا اولین بار میپرسن از کجا هستی. من گفتم از کجایی یاتش
гуфтум ки аз восе аз колхози Мирали Муҳаммадалӣ Айзаркамар гуфт лақаӣ гуфт мара гуфтам не ман қалиғам бародар қалиғам уя тайдигаш шинавида истодам да фалониё чара ки ҷо оварди ҷа лақаи қалиға открита гуфтисте даже пинҳон намекуна ки ҷо оварди мега ира дар байни мо ки дар ҳолате ки хиди ҳамунҳоам аз ҳамон бигем ки вилояти хатлон ҳастанд яъне хиди хатлонии хидам дур намерем аз восе хидаш бидаги инсон мега ки ҷо оварди ёра мега ира ки ҷо оварди ки оварди ира мега дар байни мо ки хаяташ калонсол буд бача даҳанта нигоҳ ки охирон рафтагим гӯшма кашидагим маъракае ки ин файрод кардан тоҷикои хидмонда дар ҳамун Россия охирон ва аввалин рафтагим ҳамуҷо аст дигар ма мемурдан намерафтам мегуфтам не бародар ма кор дорам чи аз Тоҷикистон меомадам дигар намерафтам чи дигар касам буд дигар намерафтам тамом полни рост контакти рава биёву марака намуҷа охиронаш буд точка мондагӣ буд яъне бародарои азиз ин нафрат аст ин оқибат распад мебарад оқибат бовар ки пора шидани мода меёра мерасонад вақти ҳамон ҳукумат урус омад торихи ҳамин уруса бигем вақти урус омад гирифтани Осиёи Миёна яъне ки пешама ки влияни дошт хусусан ҳамон нападени кардагиш 24 сола агар назар кунед хито назар кунед ягон кас хеста давлатша ҳимоя накард хеста подшоҳшо ҳимоя накард сарзаминша ҳимоя накард ягон кас медонем барои чӣ барои ки намихели нафратҳо буд дар дурун ин минтақа минтақаи дигариш дар нафрат дошт минтақаи дигариш шоҳигарӣ дигариш дигариша нафрат дошт иҷаш иҷара нафрат дошт дигариш дигариша нафрат дошт инами сабаб буд хестан урус омад зад ҳичка пушти ҳичкара нагирифт ҳич кас аз пушти касе нахест единствен ма мефаҳмам ки иҷа бигем ки основной масса мардуми лақай хестан сопротивлят кардан СССР-да барое ки ино ман танҳо аз таҳлило мегӯм дар ягон ҷо ҳичи аниқ навиштагӣ нест танҳо массам сопротивлени лақая ман мебинам дар ин масъала лақая мехост ки як каганати хича бисоза барои он ки ино аз каганати туркҳо ва дигар каганатҳо ки бигем ҳамчун будан дар дуроношон ва барои ино аз нигоҳи ман ин дарс буд ки чандин бор шикаст хӯрдани як система дар оҷа як каганати дигар бигем ки ташкил мешид яъне метавонистанд ташкил карда ҳамиҷа дигар бигем ки ҳама туркзабонҳое ки барои худ давлат доштанд каганат доштанд ва хусусан аз ҳамин хел ҷангҳо истифода бурда давлати худчуна сохтагианд каганати худчуна сохтагӣ ҳастанд давлата ва дар ҳамин масса задани лақаям дар ҳамиҷа аз нигоҳи ман ҳамин буд ки просто мезаданд дар ҳамон давлати худчуна месохтанд аммо мутаассифона урус омадагӣ буд ки армияш вазмин буд гирифта натонистанд яъне ин чиз шика агар ҳамон замон рус шикаст мехӯрд ва бигем ки як давлати лақаиам дар торих бигем ки ҳамчун каганати лақай вуҷуд мешид аммо ино кам нестанд ино миллати бисёр ҳастанд фақат бигем ки мисли як чандин чизо давлат сохтагӣ нестанд аммо бигем масва дар государственни корои давлатӣ корои военни корои бигем ки основной дар каганати бигем туркҳо основной дар каганати туркҳо лақайҳо бигем ки бисёр ҷойҳои советникҳои хуб будагӣ аст дар каганати туркҳо ва бигем ки баъзан ҳамун правлени сиёсата бигем управлят кардагӣ ҳастанд ино воқеан бигем дар сиёсат
чотка бидагиянд ё медонистанд ки мисол гирем як расшатат шава амин система ягон система мо метавонем дар бараш каганати худмона соз карданда ин чиза медонистанд аз ҳамон аввал лақаё басавод буданд грамотни буданд барои он ки дар чандин ҷои каганати турко меояд ки мисол гирем амон чӣ мегӯям придворни мегӯянд ку придворни цар яъне подшоҳ яъне придворни подшоҳ ҳамон инсоное ки бигӯем ки хизмат мекунад хизматҳои подшоҳра яъне ки доверени лицои подшоҳ каганати туркӣ ин лақаё будаги аст барои он ки умни грамотни бигӯем ки чӣ будаги барои ҳамон ино придворни будаги ҳастанд ва вақте ки инсон дар придворни аст ӯ медонад давлата чӣ хел сохтан дар кор аст барое ки тамоми давлатҳо инқилобҳо революсияҳо аз дохил мешавад барое ки дохил медонад чӣ кор кардан дар кор аст месозад ва ино ки азбаски бисёр дар дохило будаги ҳастанд придворни будаги инсонҳо ҳастанд барои ё медонистанд ки чотка давлата чӣ хел месозанд чӣ хел распад шавад чӣ хел давлати нави худшона месозанд ё мамида стремитса кардан дар мисол ин танҳо таҳлили ма аст ин танҳо фикри ма аст ки барои чӣ масса лақай хест бигӯем урус қатӣ ҷангид ганда бисёр хестагӣ ҳастанд ҷангидаги ҳастанд урус қатӣ хеле камғам не яъне ки аз ҳама ҳамун массаи бисёре ки дар ҳамин ҷанги 24 мурд ин лақай буд ва масса то последни патерира ҷангид қатӣ урус ин лақай буд дар ҳолате ки лақай на каганат дошт на давлат дошт ҳичи надошт ин бигем ҳамчун бигем як ине ҳамирӯза аҳвол вори буд ҳамирӯза аҳволи лақае ки ҳаме зиндагӣ мекунанд мегарданд ё ҳамирӯза қаллиқ борид ҳамин хеле як зиндагӣ доштанд не ки ино медонистанд давлатсозира барои ҳамун масса заданда дар канса қатӣ урус задан хостан аз урус бикашанд бигиранд барое ки уже бухоро ҳуй хӯрдагӣ буд ҳама гирехтагӣ буд элита ё ума доштанд ин кора карданда барои ҳамун задан дар канса қатӣ урус агар уруса мебироварданд яъне ки дар инҷа давлати лақаё ташкил мешид чотка давлати лақай ташкил мешид просто ҳамин чизда успед накарданд яъне ки урусҳо бигем заданд дига паддешкашон кан барои ҳамун ганда бисёр лақай мурдагӣ аст дар ҳамин ҷанги ҳамлаи рус лақай бисёр мурдагӣ аст аз ҳама бисёр сопротивлят кардагӣ дар рус ин лақай аст ҳоле намедонам аз мо як кас агар сопротивлят карда боша дар торих мегирем аз ӯ легенда месозем меброремош фалони инсон ӯ аз мо буд ӯ ҷанг када буд босмачӣ буд гуфта имрӯз рекламаш мекунем не бовар ки лақая гулаки говорагиш босмачӣ буд гулакаш мезад қати урус заношон босмачӣ буданд мезаданд қати урусо ҳоле як бор бигарден историяи 24 аз дигар источникҳо бибинен ана ҳамуҷа баъд ҳайрон шидагиен кияни ё ино ҳамуҷа номи лақай аст баъд мегӯянд ки ё лақаё ҳастанд яъне ана ҳамуҷа мегӯянд ки ино придворни бигӯем ки ҳамун каганати турко буданд туркский каганат буданд придворни учуғоти номи узбек ҳам вуҷуд надошт номи дигар ҳам вуҷуд надошт яъне ана ҳамун чуғот ин лақаё номошон буд яъне инаира меган лақаё имрӯз хеле инсонҳои тарихи бузург дар тоҷикистон вуҷуд дорад фақат нафрат оқибаташ шикаст мебарад ин давлат комрӯз бигем ки аз ҳамун давлатдорӣ меброя меравад давлатдорира меҳр меқапад агар ки аморати бухоро меҳр медошт халқш қатӣ меҳр медошт давлат намешикаст барое ки халқ мехест давлата падержавад кунад яъне ҳукуматша падержавад кунад имрӯз агар дар тоҷикистон як ҳолат мешава ма ба бисмилло мегум ин чиза ба як таҳлилам мегум суғдам дандонша тест кардагинам хеле ку нафрат дора барои инаме корҳои кишидагӣ аст бадахшонам мегӯем дандонош тез истодагӣ аст кусоки хича мегаза суғдам мегаза плюс ма инро ошкор мегум ма пинҳон намекунам лақаям кусоки хича мегаза қалағам кусоки хича мегаза барои он ки ҳамин инсонҳо худи тоҷик дар дохили тоҷик дӯстӣ намебинад нест дӯстӣ ҳоли куҷо раса дигар қабилаҳо нест дӯстӣ нест имрӯза мушкили афғонистон ҳам ҳамин аст яъне фурсат дар дастошон аст ва бигем ки ҳам шапида истоданд агар ҳамин фурсат дар тоҷикистон ҳам боша бигем ҳам хел мезананд байни якдигаришон ҳоле аз як тараф агар бигирем
واقعا امامعلی یک لگندایی است که بگیم اینمی را اینمی قدر قپیده است، اما یک طرف مینوسش که نفرت زیاد کرده ایستاده است. در جای اینمی نفرت هم نابود کنه ببره پایان ببره باز میکوره زیاد میکنه، اما عاقبتش خوب نیست. من را کنکریت نمیگم، من را پنهان نمیکنم. شاید دیگر انسانو وجه کنه باور کنه اینمی دفعه اگر جنبش شوه در تاجیکستان میشوی رن ایلی پوز نمیشوی را هیچ که یه امر قپیده نمیتونه. لیکن اینمی جنبش ده ما بدخشان هم از دست میتیم، سوخت هم از دست میتیم. این همه چوت که میگم اینمی دو تا منطقه که داریم از دست میتیم. کدامتون ده این چیز معقول است؟ معقول نیست. او پرابلم ای تاست، او فکری تاست، لیکن دو تا منطقه را ما دست میتیم کنکریت نه. و دیگه باقی موندگیش بین خودمون لقای قلق تاجیک جدا میشیم، بگیم که دیگه افغانستانش میکنیم باقی موندگیشه کی ولاست میگیره کی دیگه قدرتمند میشه و درجه. یعنی ما همه چیز ده پسیخیکی چی پالیتولوگمون باشه چی هیستوریکمون باشه ما پسیخیکی مردم اینمی اوروینده گانیت کرده آوردستیم. اینمی اوروینده ما گانیت کرده اومده استیم. فردا پرابلم شوه باور کنین یک سوختی از پشت شما نمیخیزه، از پشت خطلان از دیگر جا نمیخیزه. این را ما چوت که میگم. یک مشکل شوه اگر یه بدخشانی اگر بخیزه اگر نمیدونم حمایه کنه در روی ما توف کنه. ما این را آشکار میگم تو برای که شما ما و شما خودمونه در نمیجه گانیت کرده آوردیم داختیم در نمی قره و امروز هم داریم. اینمی نمود تاریخ شناسمون، اینمی نمود انسان ها بگیم که بازم بگیم نفرت زیاد میکنه، بازم بگیم میکوه زیاد میکنه، کوشش میکنه خودش ژرتوا میگیره، بیچاره میگیره. بس بدهگی سی کار یا که توچکا میمونیمش توچکا کوشش کنین یا نباشه گوش قدم بگیرین. این عاقبت خودتون با گور میبره میدوزه. این عاقبت از بین رفتنی بگیم اینمی دولت میشه. من را راست چه میگم؟ همچون بگیم یک انسان یک جوانی که در سیاست هستم. من در سیاست آمدگی من دفعه گفتم که برای چی من در سیاست آمدم. اگر من در قطعی ممالی پرابلم داشتم، من مشکلی داشتم قطعی کدامه نه یا ما قطعی قزاقستان مشکلی داشتم یا قطعی ازبکستان مشکلی داشتم. من قطعی یگان انسان مشکلی نداشتم. برالا میرفتم کار ما میکردم، رنگ دیگر مهاجرو برین پول ما کار میکردم، زندگیم بود اوچم دیا بریده نون میدادم، میگشتم، یگان مشکلی نداشتم. من گفتم که فقط دیدم که در داخل اپوزیسیا در جایی که یک برنامه سیاسی بدن، برنامه سیاسی فقط این امامعلی این حکومتدارو از دین ما نیست، از مذهب ما نیست، اینو ترکا هستن، اینو دشمنای ما هستن، اینو از اول ما را غلام کردن، تاجیکا را گفته. همین پروپاگاندایی که خاطر به یک سیاست رسیدن یا به یک منفیت رسیدن فکر نکردن، اقلیت هایی که دیگر انسان ها در اونجا زندگی میکنن اینا را دشمن تاجیک نشان دادن. همین چیز ما را مجبور کرد که من در سیاست بدرم. نمی چیز مرا مجبور کرد که ما در سیاست بدرم، داخلشم بگم ما قلقم، ما ترکم، ترک زبانم، قلقم. این هستم در برتون. حاضرم که نالیش میکنن اکثر انسان ها که چی با دیگر ترک زبان ها قطعی ما نیست، در بر ما نیست، چی با دیگر ترک زبان ها پوزیسیا ندارن، برای اونکه او نمیدونن کدام پوزیسیا را بگیرن. پیش علی بروان، پیش ولی بروان، پوزیسیای ولی دا باشن، پوزیسیای علی دا باشن، نمیدونن اینو. برای که از علی هم نفرت است، از ولی هم نفرت است. یه بار سالی 90 پوزیسیا گرفتن، تا حالی دارن تمام جنگ در کلای ترک زده ایستادن. حاضر اینا بولی استراج نشیدگی هستن، کنکریت استراج نشیدن که برای پوزیسیا گرفتن حاضر باری تدا شو فردا یک شو ترکا بدن. نمیگن ما کده میکوره، نمیگن ما خزانده میکوره، میگن ترکا بدن. باز در کلای لقای میزنین، باز در کلای قلق میزنین نیکوره. حالی اگر همه اپوزیسیا یک حالت شوه در تاجیکستان یک چی شوه، همه اینمی بدگی تاجیک یک طرف میمونه. من ایره میدونم
یک تما در ترند میبرم که اینمی شور داخت، اینمی جنگ انداخت، اینمی کار لقای بود، اینمی کار قلق بود. همه ای کدگی کرویا طرف میمونه، یک قلق در جوینواد میبرویه. یکی من نفرتی که خیزاندن همین نفرته. چه میگه اویه که فردا میلیون قلق لقای جرت و این حالت میشوه، این سیتواتیا میشوه. ما گفتم که از او ما یک دونه خدم جرت باشم. ما افضل دیدم از میلیون قلق لقای جرت و کردن ده خدمه جرت و کنم پروتفی امام علی ببرم در بر شما بیستم بیام بدرم. گفتم بیا ما یک دونه جرت باشم. چه میگی فردا اگر این مردم پسیخیکش وایران کنی یک انقلاب شوه در دستی دنگ دیوانه یراق بزنه میروه خونه قلق لقای همه را قیرش همه بروره که شما مورا کشته بدهین، شما دشمنی ما بدهین، شما فلانی بدهین، جی همه را میکشن میپرتوین. همون چه خیلی که سولوی 90 باری ما ریال نمیگم این چیزا. ما جرت و کردم خدمه. ما یگان کار دیگه کدگی نیستم. ما مشکلی با یگان کی نداشتم. نه با اپوزیسیا مشکلی داشتم، نه با امام علی با دیگریش مشکلی داشتم. ما جرت و کردم خدمه. از تمام حیات ما جرت و کردم که فردا هزارها آدم دیگر یا میلیون آدم دیگر جرت و این نفرتو نشوه گفته. اینه پروسه میفهمیده که یک انسان باید درک کنه این چیزا. ای برادرم چی بات نفرتی نمیدونم سلابستی خیت نفرت دا بولو یک ملت دیگر یا اقلیت دیگر میخیزونی. چی با ما نمیگیم که فلانی و دیگری و دشمنی ما بدن ما دا خیانت کردن و کردن. این تاریخ است بود شید خدمون خیانت کردیم، کسی دیگر خیانت کرد، جنگ شید، گذشت رفت تمام. ما باید زندگی کنیم که یا ما باید برای نمیدونم تاریخ زندگی کنیم بگردیم. اگر اپوزیسیا نرمال نگون سیاست برنامه میداشت ما ریال نمیگم. ما داخرینه گوش کردگیم 6 ماه گوش کردگیم، داش زیاده از 6 ماه ما زیلا گوش کردگیم. ما گپای را نگاه میکردم میگفتم چی با اینا ترکو، چی با اینا لقایو، چی با اینا قلقو، چی با اینا دین مذهب خیلی سیاست باشی بیا برنامه سیاسی طبیعی ببرو خیلی بالای مردم. چی با تو باید مرد یک اقلیت دیگر را پروتیف یک اقلیت بخیزونی دشمن سازی از هیچی از وزد. چی با این کارا کردستن؟ همین چیزا ما قریب 6 ماه زیاد گوش کردگی هستم. بعد از اومد در اومدم من ریال نمیگو میرم. شاید توی وقت نگفته بودم. نیکی باید حقیقت بگوی. ما خدمه جرتوه کردم تو که دیگر اقلیت لقای قلق فردا در انقلاب جرتوه نشوه، قیرشان نبرویه، جنجال بالای سری او دا نروه، کشتار خونه او نروه ندرویه. ما برای انمی نمیری نومدم در اپوزیسیا در اومدم خدمه جرتوه کردم در امیره. خدمت دشمنی امام علی کردم، خدمت دشمنی حکومت کردم، خدمت همه کارا کردم. مادر ما دل بردن، دیگر کارم کردن. نراونی دروگا گفتی همون رسو که ما خدم آوردم در نمی اینمی احوال داشتم، اینمی اوچم هم در همه احوال داشتم، اکم هم در همه احوال داشتم، خانگی ما در همه احوال داشتم. و نیکی من میدانستم که فردا از اینم احوال خانگی ما بد میشوه اگر همین نفرت رفتن بگیره. همین بگیم که دشمنی ما لقای قلق، دشمنی ما لقایا، دشمنی ما قلق اگر همی رفتن بگیره فردا از این هم بد میشوه. ایدا لوچی یک آیل استرادت کنه و بگیم که مردم دفعه همانی که مردم اینجا دشمن کسی نیست. امروز هم ما برای انمو تاریخه بگیم که اینمی مقابلتش میبرم، همو زیدیتی میکنم که همین تاریخ گوه شما را پسیخیکی تراوید میکنه. بازم برای نمو خفا رفتن، بازم برای جنگ کردن، بازم نفرت انداختن بالای نمیدونم یک اقلیت دیگر. این همی تاریخ نویسو از این طرف نشوه، از این طرف، از این طرف نشوه، از اون طرف شما را کوشش میکنه که پسیخیکتونه غلام و نفرت شما را با نفرت زندگی کنین، نه با کیفیت، با دولت و با دوستی. با نفرت باید شما زندگی کنین.
میفهمین امیره؟ با سلامت باشین هموطنای عزیز. این چیزی نیست که من برای پس زدن مقصدی ما پس زدن باشه، مقصدی ما دشمنی باشه، مقصدی ما دیگر چیز باشه. ما میتونیم، من گفتم که من میتونم اگر حاضر اگر سر کنم باور که 1000 تا چیزای نفرت آور ما میتونم که چوب کنم، چیزای پست ما میتونم چوب کنم. نه که من همه وقت کوشش میکنم یک چیزی خوب شه چوب کنم تا که در بین انسان ها نفرت نباشه، برای که تاریخ همش خوب یا که همش بد نمیشه، هم بدی داره هم خوبی داره، هر دی طرف میشه. میفهمین نمیره؟ باقی خونه تون آباد باشه هموطنای عزیزم. اگر کدومتون ده که بگیم که معقول نمیشه و او انسانایی که شما را تراوید میکنه در کامنتاری ها حکومتی ها سپیچال نه یا گروپ های هستن که تو که مرا برای شما بد نشون بده، مرده گوشی در تاجیکستان کردور نشده، در تاجیکو کردور نشه. این کردور نشیدن مردکی نامردکی داره. در کجا ما کار گرفتم؟ تاجیکستان وطنم است، او کشوری ما است که در جامعه زندگی میکنم. اون نامش تاجیکستان به دقیقتی او یگان معنا نداره که افرم در تشیدگی است، دیگر انسان اونجا حق نداره. همچو تو منم حق دارم، دیگر هم حق داره. هر یک فرزند تاجیکستان در او کشور حق داره دخالت کنه و بگیم که کوشش کنه که او کشور جزیر نشوه، میدان نشوه، عاقبت نفرت نشوه، جنگ نشوه، تقسیم نشوه. من برای این گپا را گفته ایستادم که فردا اینم خیلی نفرت ها نشوه و تقسیمات ها نشوه. نخیزن این دفعه ماشون گفتی هم گپا کماند ایخیشون را تشکیل کنن بگن که ما زدگی هم یک دیگر را بعد بزنن بین یک دیگر، چون مثل افغانستان واری. میفهمی؟ این ینگه تونست نامشه ببینین یعنی چی میمونه میبرویه. این ینگه تونست بگیم دوی ما همی فامیلیای ما قطعی میبرویه. این همی است یکی از همون KGB ما حکومتی نیست میگه روش سیاه میکنه. یکی از KGB این همی است که خصوصا وظیفه دار است در سایت ما این همی آدم بشینه. در یک نوارم این نمیدونم زن است مرد است نامعلوم است، در یک نوارم تو 5 اکاونت میدرویه، 5 تا اکاونت خطی میدرویه. نمیشه کسی را مجبور میکنه ایجاد رمضان. همه اکاونتوش استانه اف نمیدونم گی، استانه فلانی، استانه ای، استانه او، قلق اینایتری، قلق کوچمانچی، همه اکاونتوش نم خیلی ناموی بد تحقیر نوشتگی است. این نمیودم است. در یک نوارم تو 5 اکاونت خطی میتونه میدرویه. این نمیودم. این همی است، این همی ها KGB هستن، این همی ها شورش میدوزن، این همی ها جنگ میدوزن، این همی ها خیچونه که بوده هیچی را نمیدونن، یا مردم هستن یک مظلوم هستن. این همی انسان هستن. برای همو مقصد از این نوار چی بود؟ ما بگم هموطنای عزیزم، مقصد از این نوار ما تاجیکستانیم، نو واسطه است کی هستی، از کدام قوم هستی، از کدام قبیله هستی. یعنی این را باید اول فراموش نکنیم. این سرزمین امروزه که در ما هست ما فرزندی هستیم. هر انسانی که در این سرزمین خیانت میکنه پس او خائن این سرزمین است. و این سرزمین نامش تاجیک بدن، تاجیکستان گفتگیش قطعی این معنای را نداره که این سرزمین دیگر از تاجیک است، دیگر انسان حق نداره. فرزند این سرزمین حق داره، برای که فرزند این سرزمین عین حال تاجیکستانی هست. تاجیکستانی یا ما باشم یا تو باشی یا علاقه باشه یا نمیدونم یک قنگرات باشه یک لولی تبار باشه، او تاجیکستانی است. او حق داره در سرزمین برای حمایه خودش، برای حمایه وطنش گپ زنه، کمبودی را گپ زنه، ببروید در سیاست دخالت کنه و بگیم که هم به برابر این اقلیت خیچم دفاع کنه. این حق هر یک بگیم که تاجیکستانی داره. برای همو مقصد از این نوار هوشیار شین. شما را به نام فریب، با نام تاریخ، با نام ژرتوای تاریخ، نمیدونم با نام و غیره ها، شما را بگیم که بیناتون نفرت،
اغوا ندازن. وقتی که در تاریخ میبینی برابر گفتاری نیست، یک آدم میشینه و ناید میکنه. من شبم گفتم و امروز هم میگم انما عالمه من میتونم که قطعی نمو از تاریخ، یعنی تاریخ باید دو طرف شنویده شود. وقتی یک طرف میشینه و خودش ژرتوا میگیره و طرف دیگر را فقط تهمت میکنه، این نامردی است، سپرنیک نداره. من تاریخ شناسا را، تاریخ دانا را میارم که میشینن درباره اینمی گپای گفتگیش جواب دادن نمیتونن. اینمی تاریخ شناس، من این را ویز فرد افتگی هستم. اگر مرا که بسواد بدونه قطیم گپ نزنه، هست آدمی که من میارمش مثل خودش پروفسور تاریخ است، میشینه قطیش گپ میزنه. اگر که در گپاش جواب داده بتونه، مرحمت. تاریخ هم باید دو طرف شنویده شود. یک طرف این تهمت میشود، یک طرف تهمت میشود. عین حال این کاری که کرد این تاریخ شناس، اینا تهمت میگم. من شخصا میگم تهمت، برای که طرف دیگر ند نیست. هیچ وقت یک طرفه تاریخ نمیشود، باید دو طرف باشه. این در حق ترک مغول تهمت کرده استوده است، باید تاریخدانی ترک و مغول دیگر قلق دیگر انسان ها باشه. بازمی هر یک تا این قطعی ببرویه، اما پریتنزیش بگیم که ابسوجدت کنه و بگه. در حالت ما میبینیم که تا کجا کدامش پراف است و تا کجا کدامش پراف نیست. دیسکوسیا نیست، دبات نیست و یا طرف در شیشته گرفته خودش ژرتوا کرده شیشتن. این نامردی است، این نامردی است. من درباره تاریخ خلقا گپ میزنم. قطع سامانیان چیکار کردگی است، چند قد جنگ کردن، کجا کردن، کدام سال کدام کجا را گرفتن، کجا بود، چی جنگا گذشت، همش. من تیارم قطعی نمی تاریخدان دارم، خصوصا قراخانیا، قلقا، دولت قلقا قطعی من تیارم قطعیش گپ زنم. من تیارم قطعیش دبات ببرم، صحبت کنم، تاریخ چیسلا و وقتاش قطعی در پیشش بیارم، کتاب دفتراش قطعی مانم که بگم که اکی نخیلی بود رد کنه، مرحمت با دلیل رد کنه گپی من تیار هستم. اما من تیار نیستم که از برم با نمیدونم کروش کبیر تاریخ شه یا که نمیدونم تاریخ ایران دبات کنم بگم که ای کار شدگی است. برای چی؟ برای من معلومات ندارم. اما این انسان تاریخ تاجیک میگیره، تمامی تاریخ ترک دشمن میبروره. ترک 30 چند تا بگیم که دولت داری داشت، امپریا ها داشت برای خودش. یعنی ما نمیتونیم این 30 چند تا دولت داری را یتش اومده قطعی جنگ کرده باشه، باقی موندهش هم بگیم که دشمنی تبد. در وقتی در جنگ قراخونیا در بر سومونیا خوارزمیا ترکا بودن ایستادن کو پدشکا کردن، قراخونیا قطعی جنگ کردن. یا که دیگر ترکا قطعی قراخونیا جنگ کردن کو قطعی شما بر ایستادن در جنگ. اونا هم ترک زبان بدن کو، اما قطعی شما ایستادن قطعی قراخونیا جنگ کردن در دولت پدشکای دولت سومونی دا ایستادن کو. برای چی ایجاد دشمن کلی ترک زبان میشه و میروه. بسیار ترک زبان ها بودن قطعی سومونی سیوز داشتن. چی به کلی ترک ها را دشمن میگن در اینجا. برای همون من نمیتونم که مثال اگر یک جنگ پارسی تاجیکی مثال امروز نامی تاجیک داره که تاجیکا بگم و ما بگم که کلی پارسا بدن، من نمیتونم این گپا گفته. برای که کلی پارسا نمیتونستن که بگیم که بخیزن دشمن باشن جنگ کنن. برای که همین مسئله بود جنگ. یا که خیلی سعودیا قطعی بگیم، یا که خیلی دولتی بگیم طرفی بگیم بدخشان شغنیو بگیم دیگراش وقتی اینو جنگ کردن. ما نمیتونم در اونجا بگم که نمیدونم جنگ شغنیو را بگم که وینوات خوجندیا بدن، سعودیا بدن. برای که سعودیا ارالش نبودن در اونجا، جنگ نمیکردن. من این جنگ تنها نپراویله نیشه میگم که شغنیا بدن، دروازیا بدن، شغنیا بدن. من میتونم تاریخ ایجاش بگم، نمیشه کلش بگیری وینوات ببروری برای کار. یا جنگی سوخت اونا میتونیم کلش بگیریم وینوات ببروریم.
دیگه باقی موندهشن. نه این همونجا بود. همین تاریخ درست گفتن در کار است. با مردم درست رسوندن یاد گرفتن در کار است. و امروزا تاریخ دانای ما فقط ژرتوا میکنن. خیچونا ژرتوا کنن دشمن فلانی دشمن دیگر دشمن ترکا دشمنن ترکا نام دارن. ترکا نام دارن. هر یک کاغاناتش نامی خیچه داره. مرحمت کدومیش قطعیت جنگ کردگی بدی. تو نامی هموشه بگی نمیتونی که تو کاغاناتی قلق قطعی جنگ کرده قراخونی قطعی کرده تو کلی ترک دیگه نامشه باد کنی همشه. یعنی اینه ایجاز بگیم که نامردی اینه ایجا نامردی است. حوزی اگر در دولتی بگیم چه مسئولیت اگر قراخونی را بگیریم اینجا قزاق پریچوم نیست. چرا قزاق هم ترک است. ترکا میگوی ترکا که گفتی قزاق هم داخل میشود قرغزو هم داخل میشود دیگرو هم داخل میشود تاتارا داخل میشود. همه اینا بگیم شما قطعی جنگ کرده بودن. آذربایجان هم ترک است ایو هم جنگ کرده بودن گرفته بودن شما را. نه برای همو من تیارم قطعی انسان دیبات کردن. یعنی که دیبات من مسئله اون میروه که درست ترمین استفاده بردن وقت ساعت و نامها را. یعنی که خلق کشید این معنی را نداره کلی ترک باشه. آذربایجان کشید این معنی را نداره کلی ترک باشه. میفهمی نمیره. همه یا که قزاق کشید این معنی را نداره کلی ترک باشه. اینو هر یک تاشون قبیله ها براست خود دولت داری بدن. یا که سوغدی کشید این معنی را نداره کلی فورس است. یا نمیدونم دروازی کشید این معنی را نداره کلی فورس است. یا نمیدونم یک دیگر قبیله فارسی که مثال گیریم کشید و زمان که همون کاغانات دولت خیچه داشتن او معنی را نداره کلی فورس است. یعنی همین چیز جدا کردن یاد بگیره. من تیارم قطعش گپ زنم اگر که دو خوش برسه با آدمی را میارم که در همون تاریخ دربارش صحبت میکنه. از این بابت تاریخ ها را باید دیبات باشه. یعنی که پرستاویتلی دیگر طرف هم باشه. یک طرف تاریخ ما چیکار میکنیم میگیم که این تهمت است بهتان است و طرف دیگر نیست. اگر گفتن ده حق داره ببروی بگه. اما وقتی که دیبات ویزف میپرتوی همون نوارش ده همون مسئله گفتاروش ده میگریزه اگر از دیبات این تهمت است. این تهمت میکنه. برای که تهمت میکنه میگریزه. من را همین خیلی میدونم. من در باره نامو خصوصا جنگ سامانی قراخونی و زمین سامانی قراخونی جنگ از کجا تا کجا از کدام سال من نموده ویزف میپرتم که بیایا قراخونی ها را برای ما بگیم که روشن کنه کیها بود قراخونی ها در کجا بودن و چی نام داشت میلتش از کدام کاغانات اومد چرا سامانی قطعی جنگ کرد چرا پیش ایو سامانی با دولت کاغانات قلقو جنگ کرد اولین مسجد سامانی در کجا ساخت دولت سامانی چی یاردم ها از عرب ها گرفتن چرا سامانی ها را تازی گفتن. بیایم ما مرحمت کنه یک تا به یک تا بگیم که هر یک جنگشه هر یک کورش هر یک منطقهشه ما خطش میتونم دیبات کنم خطش صحبت کنم. اگر دوخش برسم پروفسور در برای تاریخ ما هم نه قدر بگیم که هم کتابای تاریخ دارم دوخش برسه ما خطش صحبت میکنم اگر مشکلی نداشته باشه. نه که تاریخ دون تهمت نکه دروغ نگو. من نمیگم گپ دروغ است اما گپ دروغش است که فقط تخت ژرتوا میکنی. این دروغ است. یعنی دوی تو ژرتوا نبدی ژرتوای تاریخ نبدی. این میگه دروغ است. تاریخ دانی میدونم خوب میدونی گوش کردم گپوتا نقطه‌ای که من مطالعه کرده هستم نقطه اکثرش هست 99% هست. نه که در همون نقطه فقط یک طرفش میگیری خط ژرتوا میکنی یک کس دشمن میکنی. انا میجوش دروغ است. من انا میجوش قطعیت دیبات کرده انمون منطقه‌ای که خط ژرتوا میگیری کو ما پاپراویت کردنی هستم تو کجا تو ژرتوا بدی تو کجا کی ژرتوا بود. با سلامت باشه خونتون آباد باشه دوستو عزیزم. میگم که بازم مقصد اینه که نیست کم کردن کسی باشه کم کردن تاریخ کس باشه پس زدن کدام ملت باشه. مقصد از این که ما باید بآموزیم و ما باید توغری بآموزیم و نباید ما تاریخ خودمون نفرتی یعنی گذشته خودمون
ба нафрати имрӯза табдил битем. бояд ин чиза омӯхт. мегӯм ку ғурур қати бояд тарбия кард ҷавоноро, ки ҷавоно жертваи фикрӣ нашаванд. падруд то ба дурудҳои дигар. бисёр калимаи зебои форсӣ аст ки ман доимо ира истифода мебарам. бисёр мада хуш меояд. бисёр форсӣ калимаҳои зебо, калимаҳои худаш хади ҳамон суханҳо. ин забон забони шерӣ аст. агар амета гап заниям, як одаме агар нафаҳма хиёл мекунад ти шеър гуфтести ё суруд хондести. яъне ин ҳамон бигем ки агар тозаша гап занӣ, имрӯза тоҷикӣ ки мо гап мезанем не, агар тоза форсира гап занӣ, вақте бигем мардуми Эрон ё мардуми Афғонистон вақте суҳбат мекунанд, баъзан тиктокода мебирояд, ма гирён мемонам, дар вехи гӯшам хиёл мекунам ки шеър гуфта истода. ду кас ҷанг кардестана, не ки садошон мисли як шеър, суруд ҳамин хел мебирояд ки ховд мебарад. намегӯй ки тари ҷанг доранд, намегӯй кашокаш доранд болои як сари мавзӯъ. яки ҷанг не, хеле кашокаш мавзӯъра тема мекунад. барои ҳама мегӯм ки забони форсӣ забони шеър, суруд аст. забони форсӣ забони булбулӣ аст. воқеан ира ҳеҷ ка инкор карда наметавонад ки чӣ қадар зебо ҳаст суханҳош. ира ҳеҷ ка инкор карда наметавонад. душмани душманам ин забона инкор карда наметавонад. зебо бидагиша чӣ қадар забони зебо аст. барои ҳамун боз ҳама калимаи дӯст медоштагим падруд то ба дурудҳои дигар. боқӣ саломат бошем. фикр назари солим метавонед зери коммент бинависед. агар кадометон бидонед ҳамон бигем чиза, ман тайёрам қатиш дебат биромадан ва именно қатъиян ҳамон инсон поправит кардан ҳамон масъалаҳоша. аммо нашава ки шуморо психикатона жертва кунад ҳама одам. эҳтиёт кунед.